سلام و وقت شما بخیر. در پی گسترش آتش سوزی در جنگل‌های گیرکانی استان مازندران، ایران از کشورهای خارجی از جمله ترکیه درخواست کمک فوری کرد. بر اساس گزارش‌ها از ساعتی پیش نیروهای کمکی از ترکیه وارد ایران شدند. 2 فروند هواپیمای اسپای حریق به همراه یک بارگرد و 8 نیروی متخصص از ترکیه در روند اطفای حریق جنگل ایلید مشارکت دارند. روسیه، بلاروس و جمهوری آذربایجان هم اعلام آمادگی کردند. خشکسالی بی سابقه و وزش و باد گرم شعله‌ها را تشدید کرده و آتش حتی به مناطق دیگر هم سرایت کرده. مردم، جنگلبانها و محیط‌بانان محلی همچنان در نبود امکانات مناسب با دست خالی برای نجات جنگل‌های باستانی و میراث جهانی یونسکو می‌جنگند. همین ابتدا تصاویر هوایی ببینیم از این آتش‌سوزی. جنگل‌های گیرکانی عنوانی است برای محدوده‌ای به وسعت 55,000 کیلومتر مربع از درختان پهنبرگ در شمال ایران و جنوب جمهوری آذربایجان. جنگل‌های با قدمت بین 25 تا 50 میلیون سال و خانه و آشیانه بیش از 3,000 گونه گیاهی، 180 گونه پرنده جنگلی و حدود 60 گونه از پستانداران و جانوران شکارچی مثل گرگ و پلنگ و خرس قهوه‌ای. یونسکو 6 سال پیش جنگل‌های گیرکانی رو در فهرست میراث جهانی ثبت کرده. هر سال و مخصوصا در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی ده‌ها آتش‌سوزی سطحی کم شدت در این جنگل‌ها رخ میده. اما اون چیزی که باعث نگرانی میشه آتش‌سوزی‌های بزرگ تاجی هستند. آتش‌سوزی‌هایی که نه تنها کف جنگل بلکه بخش‌های وسیعی از ارتفاع و تاج درختان رو هم درگیر میکنه. فعالان محیط زیست میگن ادامه آتش‌سوزی در سایه بی‌توجهی مسئولان و سازمان‌های مرتبط باعث آسیب جبران ناپذیر به اکوسیستم گیرکانی شده. درباره وسعت آتش‌سوزی اخیر و زمانش اظهارات متناقضی از سوی مقامات و رسانه‌ها در ایران منتشر شده، اما با مراجعه به نقشه‌های آتش سازمان فضایی آمریکا ناسا بشه جزئیات دقیق‌تری از این مسئله پیدا کرد. مسئله اینکه آتش‌سوزی 10 آبان در روستای ایلید شروع شده. بعد از اون تا حدود 10 روز آتش‌سوزی گسترده‌ای دیده نمیشه، اما از 24 آبان تا امروز آتش‌سوزی ادامه داشته و حالا گفته میشه وزش و باد خشک به نگرانی درباره گسترش آتش به استان‌های اطراف دامن زده. درباره دلایل آتش‌سوزی‌های جنگلی همیشه ابهام‌هایی وجود داشته در ایران، اما به دلیل نبود امکان تحقیق مستقل و شفاف و پاسخگو نبودن مسئولان این ابهام بیشتر هم میشه. معمولا جرقه آغاز آتش‌سوزی افزایش دما و وزش باد، خشکی برگ درختان و در بسیاری از موارد عامل انسانیه، مثل گردشگرانی که آتش رو موقع ترک جنگل خاموش نمی‌کنند یا آتش‌سوزی‌های عمدی. از اونجا که مردم ایران ماه‌هاست با بحران بی‌سابقه‌ای تامین انرژی و کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند، در ماجرای آتش‌سوزی جنگل ایلید ناتوانی حکومت در حفاظت از محیط زیست از همیشه بیشتر به چشم اومده. بی توجه به هشدارهای ساکنان محل و تأخیر طولانی در اعزام نیروهای امداد، هیچ کمکی به مهار آتش نکرده و درخواست دیرهنگام خارجی هم هنوز به نتیجه قابل ملاحظه‌ای نرسیده. اما در خبری دیگه نگرانی هاست بابت احتمال وقوع دور تازه‌ای از درگیری بین ایران و اسرائیل هنوز کاهش پیدا نکرده، چرا که از یک طرف وزیر خارجه اسرائیل در تازه‌ترین اظهاراتش گفته با وجود تداوم تهدیدهای جمهوری اسلامی این کشور قصدی برای حمله به ایران نداره. از طرف دیگه مقام‌های امنیتی اسرائیل جنگ 12 روزه رو کاری ناتمام میدونن و خودشون رو برای دور تازه‌ای از جنگ آماده میکنن. اما نشونه‌های تداوم یا افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در ایران چیه؟ بنا به گزارش تازه‌ای از کانال 13 اسرائیل، جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از زرادخانه موشکیش رو احیا کرده، طوری که میتونه طی چند ماه ظرفیتی بالغ بر 2000 فروند موشک با برد رسیدن به اسرائیل برسه. یا به عبارت ایران در آستانه رسیدن به همون تعداد موشک‌هایی که پیش از جنگ 12 روزه در اختیار داشته. ارتش اسرائیل پیشتر میزان ذخایر موشکی جمهوری اسلامی رو حدود 2500 فروند برآورد کرده بود. طی جنگ 12 روزه ایران 574 موشک به اسرائیل پرتاب کرد. همچنین 330 موشک هم در حمله‌های قبل ایران پرتاب شده بودند. بنابراین میشه گفت که جمهوری اسلامی در مجموع نزدیک به 40% از توان موشکیش رو مصرف کرده.
و به نقل از سندیکای اخبار یهود نشونه دیگری از نوسازی توان موشکی جمهوری اسلامی گزارشی مبنی بر صادرات 10 تا 12 محموله بزرگ سدیم پرکلرات از چین به ایران و تحویل گرفتنشون در بندر عباس، ماده‌ای که ازش برای تولید سوخت جامد موشک استفاده میشه. حجم اون محموله 2000 تن گزارش شده که حدوداً برای تولید 500 موشک کفایت میکنه. با این اوصاف آیا باید نتیجه بگیریم که به زودی جنگ تازه آغاز خواهد شد؟ نه لزوماً، چون اونطور که در تحلیل سندیکای اخبار یهود اومده، جمهوری اسلامی با اینکه در تلاش برای بازسازی سایت‌های موشکیشه، اما در عین حال تلاش خاصی در جهت تقویت توان پدافندیش انجام نداده، چون میدونه که در اون صورت اسرائیل میتونه الگوی حملات قبلیش رو به سادگی تکرار کنه و نتیجه گرفته که تهران هم به دنبال یک درگیری آنی و تمام عیار در این مرحله نیست. به موضوع دیگه بپردازیم. موج واکنش‌ها به طرح 28 بندی ترامپ برای صلح اوکراین ادامه داره. طرحی که خواهان واگذاری دانباس، پذیرش کنترل مسکو بر کریمه، محدود شدن تعداد نیروهای ارتش اوکراین و تعهد کیف به عدم پیوستن به ناتو، در حالی که کیف تا پنجشنبه برای پذیرش اون وقت داره. زلنسکی گفته باید بین شرافت و شریک کلیدی یکی رو انتخاب کنیم، اما پوتین از این طرح استقبال کرده و اون رو پایه توافق نهایی خونده. از طرف اروپایی‌ها هم هشدار دادن که روسیه حقی برای گرفتن امتیاز نداره. در ایران بحران آب وارد مرحله‌ای شده که چندین استان از جمله تهران، خراسان رضوی و کرمان با شرایط اضطراری و در برخی موارد جیره‌بندی عملی روبرو شدن. در پایتخت به گفته معاون شرکت آب منطقه‌ای، سدهای استان به حجم استراتژیک خودشون رسیدن تا جایی که برداشت بیشتر میتونه ایمنی سدها و شبکه تامین رو به خطر بندازه، در حالی که بحران آب در ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشته و بسیاری انگشت اتهام رو به سوی عدم مدیریت منابع طبیعی گرفتن. دعوت عامه جمعه به توبه کردن مردم برای رفع خشکسالی واکنش برانگیز شده. در ایران سخنگوی دولت اعلام کرد از فردا یکشنبه عرضه بنزین سوپر وارداتی در جایگاه پمپ بنزین شروع میشه و تاکید کرد نرخ بنزین سهمیه‌ای یارانه‌ای و آزادی تغییری نمی‌کنه. با این حال مهاجرانی اشاره‌ای به نرخ بنزین سوپر وارداتی نکرده. قرار عرضه این بنزین ابتدا در تهران به بعد در سایر شهرها شروع بشه. همزمان سپهبند عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته افزایش قیمت بنزین مثل سال 98 تبعات اجتماعی داره و مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین. به تنش در قاره آمریکا بپردازیم. ایالات متحده در هشداری تازه و خطوط هوایی اعلام کرده که آسمان ونزوئلا به دلیل تشدید ناامنی و افزایش فعالیت‌های نظامی به شدت پرخطر شده. همزمان به بالا گرفتن تنش‌ها بین کاراکاس و واشنگتن و با ادامه حضور گسترده ارتش ایالات متحده در کارائیب، مادورو که نگران حمله آمریکا و سرنگونی رژیمشه، تدابیر امنیتی شخصیش رو به طور بی‌سابقه‌ای تشدید کرده. اون هم در حالی که دولت ترامپ در آستانه تروریست اعلام کردن او و نزدیکانش شد.